رفقا به چنل هلنان خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. امروز من ویدیومون درباره رضا فرشته است که خودتون میدونید رضا فرشته چه موجودیه. البته بدون هیچ مقدمی بریم A chapada de balinha de whisky na sapia. A chapada de balinha de whisky. افتاده شدی ولی ها الان ببین 7-8 سال آینده وقت زدن زمینته. دقیقا بکنی تا 20 سالگی که میزدنت زمین، از 20 سالگی پاشدی رو پا، الان تو این سن تا 48 سال بزن زمین. باریکلا. بعدش هم که دیگه هیچی، خدا میزنتت زمین. یه دستت سند و یه دستت فلانو میریزی به هم دیگه. این 7-8 سال عشق و حال کن. میخوام هیچ چی نگی، فقط عشق و حال کنی. شماره مامانت هم به من بده. عزیزم الان شما آره دیگه تو اشغال تو برای چیز برای بچه مسجد برمیدارم ها. میخوام نزدیک بردش خیلی ممنونم ها. من میخوام بگم یه موقع تو پارتی میگیرنت بگم بیا درش بیا. هنوز اسمش لادنه دیگه. بله نوسه ببر سری. عجب کثافتی. شماره مامان مردم چی کار داری؟ چه شغالی ها. من حرف بزنم که کانتنت جدید تو ایرانه. اصلا نمیشه، اجازه ندارم بخواد. بابا تبلیغ رستوران رو میکنم. محترم بگو رضا فرشته پشت میخوام بهشون بگم خیلی خوش اومدید به رستوران. اسم رستورانتون چیه؟ دورهمی. به رستوران دورهمی خیلی خوش اومدید. چیزی دیگه میل ندارید؟ یارو پشماش میریزه میگه رضا فرشته، بعد ملت هم پشماشون میریزه. ببر میخوام همینو بگم. بابا باشه، اصلا طرفش بر میخوره گوشی بره سر میزش. ببین طرف اومده درکی منطقه یک نشسته. خب نه ببر بگو بگو آقا رضا فرشته پشت تماس تصویری مایلید باهاتون صحبت کنه. بعد منم اینجوری تعظیم میکنم میگم خیلی خوش اومدید به رستوران دورهمی. بابا من رو نمیشه الان میندازم بیرون. چرا الکی میگی؟ حال میگم رستورانتون رو وایرال میکنم من. برو ببینیم چیکار میکنی. ببخشید صحبت می‌کنید آقا رضا؟ از طرف رستوران یه کادو هم برای شما داریم که گفتن اگه سیر نشدید منم بخورش یا اینم بکن تو تلقت اگه سیر نشدی. دقیقا میفرمایید طرف رستوران خدمتتون تقلب کرده. خیلی مخلصیم. بازم تشریف بیارید. چه کسکشیه. به اونا چی کار داری تو خواه؟ بدبختا فردا سر کار ممنوع میشه براشون دیگه. اخراج. عزیزم دوربینو بگیر رو کس و صورتت عشقم. دوربینو نگیر پایین، بگیر بالا. مادر قربتی یا نه؟ آخ ببین، یعنی از من مادر قربتر یه نفر فقط باباته. یعنی دیگه تایشم. عشق منی، خوبی؟ عزیز منی تو. مادر قربت وایسا نوبتی بعد باشه نوعی نوبتیه. فریبرز جان بیا بیرون، نوبت منه. من میرم رو مامانت. با اجازه. من گفتی نوبتیه. یه دونه من برم سر بزنم. اون شجریانه بگیرم برام نمیبینم، چشم نمیبینه. صبر کن. اون فردی کوریه؟ چی؟ فردیه اون وسطه؟ آلن دولن. سرشو کیسه بکش. آلن دلون سمیخ. دوستتون دارم بچه‌ها. عشق منی. Para sirem donde voy, dame las de quiera la de cosem donde voy. Ay 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 con, ay ay me voy. Ay mi boquira cosem donde نه اسپانیایی از اسپانیاییه بابا. مکوستا تو در گیتارا مکوستا cantar son mariachi me con canto cuando canto mi canción me gusta llamar mis copas a el de lo mejor dame el tequila canto con tu sare shakolov ay 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 mi corazón. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. عشق من.
دوستتون دارم عشقانه. از بچه کجا این شما؟ جان بنازم بچه های لور غیور لور ایرانی دوست دارم. واریس داره؟ یه دقیقه بایسته شما شام چی داری؟ من کسی رو ندارم برم شام درست کنی. تنها زندگی میکنم. باید باورت نشه منم. تنها زندگی میکنی؟ نه با داداشم و بابام. خب چرا پرسیدی شما پات واریس داره؟ حد زدم. از کجا؟ احساس میکنم رگ سبز زیاد داره پات. پاشنه پات روی پات رگ سبز نداره؟ بذار چک کنم. ببین میخوای با هم چک کنیم؟ میزنم خون بالا بیاری یا مراد. اوکی. به سلام داداش. او همین چرخ رو بکن تو چونه. علی هم علی راستت پوچ؟ راستم پوچه. عالیه. جلوی اسمش چی بود؟ موجی هست. موجی. مجتبی. گل تو کنه مامان مجتبی. ای رضا جان. پیرمو بذارم رو لبات خوشگل. بذارم گوشه لبات. پیرمو بذارم رو لبات خوشگل. بذارم گوشه لبات خوشگل. خانم اینو ولش کن بیا با من. اینا همشون عوضیان. میخوای کلم بدم به؟ نه فکر نکن لنگ خانومانومم. فقط میخوام لاس بزنم و برم. اصلا فکر نکن لنگ چیزی هستم. لاس بزنی بری. میخوام برم چون نرم میکنی منو تو منم میکنی اگه من نرم. یه لحظه وایسا تو هم حرف نزن. یه لحظه وایسا. هیچ کی هستم. اینه خوب این معروفه. خب خوبی؟ فسانی چوبی بگیر رو خانوم کارش. نه نمیدم. میگم تو آب نمیدی از تو نمیشه کم. دمت گم. من بمونم منم میکنی. دوستم داری دوست دارم چرا از همه شماره میگیری؟ خجالت بکش. خب شما شمارتون رو برعکس بدید. من سیف برعکس. واقعا دوست دارم که شما منو کنترل کنید دیگه. پول اموالم بدم به شما حسابا رو همه رو کنترل کنید. به خدا میگم این بانک ها بی سر و سامونن. جدا میخوام یعنی جوری حسابات بانک کشاورزی خارج بکنم. عجب چیز لیزی ها. مرد حسابی این کارات نکن. که محصولات ایران بخوابه امسال بریزم زیر پای شما. قربونتون برم. چقدرم شبیه چیز لبتون. عرض کنم شبیه چیز چیه؟ شبیه جگر. عشقه واقعا بسیار زیباست. حیفه یعنی دیزینم برف اومده میخوایم جمعه بریم اونجا. حیفه نباشیم با هم دیگه. با لبتون من وان نایتی نیستم. نه میخوایم تو روز بریم اسکی و اینا. تو عیدم سر کوه که نمیتونیم کاری بکنیم. میگی وان نایت نیستم. میخوایم بریم اسکی جلو مردم پیست داره. آب آلبالو آب میوه بخوریم سر بخوریم بریم پایین برف روزه. بعدم میذارم جلو خونه مادر محترمتون. وان نایت چیه خانم؟ مثلا تو خونه نمیریم. میگم پیست ایزین میگم من وان نایت نیستم. ماشینم شیشه‌اش دودی نیست. بفهم. خب خدا بشکر. ماشینم شیشه‌اش دودی نیست. بفهم. خب خدا بشکر. بفهم خشم. علیکم. برو اونور پسر جون کسیار نگو بوده دست خانم. عرض ادب و احترام. خوب هستین؟ واو صداتون چقدر جذابه. میگم چقدر صداتون جذابه. چقدر زیبایید خوشگلید. خواهش میکنم. کجایی هستین شما؟ شیراز. بهترین و اصیلترین و زیباترین شهر ایران همه شیراز. به خدا هر چی شیرازی من دیدم مشتی و بامرام و خوشقلب بوده. فلک گاز اونجا خونه اقواممه. برای عید نوروز دارم میام اونجا. بابا بچه رو بنلا بیرون عزیزم دیگه. عزیزم بابا داریم صحبت میکنیم با خواهر زیبای شما. گوشی منه گوشی توه. این که دیگه مال تو نیست که دیگه. نه مال منه خواهرمه. مال منه. تو ببخشینا میام رسما ازدواج میکنیم ما
آقا من سر شما با این دعوام داره میشه. خواهش میکنم میتونم شمارتون رو داشته باشم قطع نشده؟ بهتون پیام میدم همدیگر ملاقات بکنیم توی عید نوروز. اوکی. خیلی ممنونم. اسمت چیه؟ من اسمم رضا هستش. به خدا اینجوری نباید با هواداره حرف نزن، اصلا این من میشناسه مگه؟ آره از اول میگفتید که الان بذار شماره فراتو گرفتم دیگه اوکی دیگه. بیا پسرم، بیا عزیز دلم، بیا ای عوضی بیا عزیزم، زر نزن دیگه، بیا عزیزم، بیا آقا. 70 40. ملینا تو مثل قالی کرمانی، یعنی از چهرت معلومه 50 سالت هم بشه از همین الانت هم خوشگل تری. ملینا جان دورت بگردم. باید ببینم با همه اینجوری حرف میزنی؟ من غلط بکنم با کسی جز شما امروز صحبت کرده باشم. شما دستتون رو اینجوری کنید من دست صحبت کرده باشم. شما دستتون رو اینجوری کنید من دست شما رو مجازی نمیری بخوابی؟ ماشالله عجب کیسی با اون قد و بالای سیت بابا عجب کیسی چقدر خوشگلی تو میرسی تلا رو لا میره این داره بگاه میره اقا جل زده باد کرده میزنی زمین هوا میره این در فاده داری همه میگه من آدم حولیم بودو من بغل کن من بچگی بغلیم دوست دارم بگی تو روم سری چوک سبی روم اینا سلامتی دو چای مور سری چوک سبی روم چخه تهران یکینو جان پشماش خون مونده خودش ریخته خودش از پشماش ریخته امروزم. آقا نزن جوونی تو داری میزنی زیر پتو. نزن این کارو نکن خواهش میکنم. باریکلا پسرم، دست از سر کیرت وردار عزیزم. بله با دست کیری تایپ نکن نیمون. موهات خوشگله، موهات فرفری قشنگه، خیلی باحال، حال کردم. بدبخت شدم بلا چیزی یوتیوبری بدبخت شدم. گوشگان اون لباسا رو جمع کنید بچه‌ها، تمیز باشید. خب که چی؟ لبات سیاه، سیگار میکشی؟ آره خیلی میکشی. منم بیشتر میکشی. چند وقت میکشی روزی بیبی؟ تقریبا یه پاکت رو خورده اینا. یه پاکتش کن، کم کم بیار نخیش کن دیگه. جوونی الان میکشی، فردا ببین به گوزگوز میفتی. به خدات میگم الان به گوزگوز افتادم. جدی؟ خب اونم به خاطر اینکه پشت میدی سوراخی پشت شده. بیا اینجا ببینم میمون. بگی پایین اسد دارم دختر گلم. بگی پایین پوزتو ببینم. مگه عزیزم پاهات دوربین میدی بالا؟ مردم. من جمعه چیزا رو ندارم خدا وکیل. طالع دختر خوشگل من نبوسیده بود. درسته پول دارم، 1.90 قدمه، عضله دارم، پول خونه خودمه، ولی دخترها منو آدم حساب نمیکنن. شما که منو بوسیدی مهرت افتاد روی قلبم. اسمتون چیه؟ خب میخوای الان منم ببوسمت؟ شما بی اینو ببوس. ما جمعه من کسکه، شما مادر قهوه. ماشالله من با خواهر تو کار دارم. من برم مادر تو یه دور دیگه بکنم. من یه دقیقه برم ننت کنم. بذارم در کونت. کش. نه پسرت بیادبه. نه تو رو خدا نکن منو بذار کباب کار بیا تو اینو عجب کثافتیه. خدا وکیلی عجب کثافتیه. ممنونم تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم ویدیو قبلی هم خوشتون اومده باشه. از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. ویدیو قبلی هم حمایت کنید تا ما زودتر ویدیو بذاریم. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودید. تا ویدیو بعد چاکس.